ana این فعال شد. صادقجان بچگانوف 3 سال باز طریق این رادیوزل برای ساکنان دهه حیاتی نو و کارمندان مؤسسه تعلیمی استحصالی نابینایان شهر حصار برنامه‌های رادیویی پخش می‌کند. یک وای بود صاحبکار اصلا یک شیخ عرب همینجا اومد وای کرد یاردم کرد کاری را یک 500 سومانی بعد مرا گفت چی در کاره خیلی من گفتم خیلی رادیو در کاره گوش میکنم نزدیک نشوم. بچگانوف میگوید بجز از برنامه‌های رادیویی روزهای جمعه 2 ساعت سوال و جواب در مسائل دینی و امر معروف نیز پخش میکند. مسئولان جماعت دهاتی حصار با او گفتند به این کارش خاتمه دهد. اومد گفت چند مرتبه گفتم با موندی گفتم ها خیلی 1-2 ساعت مونده میکشیم. بعد گفت که حجت‌های رادیو را نشان ده گفتم خیلی رادیو حجت داشته و همین قطعی فلش هم میگیریم گفت خیلی منم در قانون رفتار کردم و این در بیرون کردم شد در مکان کردم رفت. بچگانوف میگوید سعدالله نوروف مسئول بخش دین و تنظیم جشن و مراسم‌های جماعتی حصار بر ضد او به حکومت ناحیه گزارش نوشته است و او نمیداند تقدیر رادیوزلش که او بود ده‌ها هم تقدیرانش را امروزها سرگرم میکند چی میشود. سعدالله نوروف مسئول بخش دین جماعتی دهاتی حصار در صحبت بدون کامرا گفت او به مقامات شهر شکایت نبرده است اما 6 مرتبه همراه با کارمندان دیگر مقامات به بچگانوف هشدار دادند که طریق رادیوزل امر معروف پخش نکند چون به گفته او پخش امر معروف در جایهای جمعیتی منع است. اما بچگانوف میگوید ثبت‌هایی که او پخش میکند ماهیت تربیوی دارند. هم چیزایی و فقط سوال جواب دارد. یکی وای این اصلا اون برزدی یگان کسان یگان چی گفتگی نیست. خیلی با هم سوال جوابش میمونن. ساکنان کهنسال محله که در اینجا وقت خالی خود را میگذرانند از پخش برنامه‌های رادیویی استقبال میکنند. این رادیو خوبه برای کمبینات. آدم‌ها یک بیکار بسیار گوش میکنه، خانوما میفهمن. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 با مقامات کل نواحی دستور داد که در نزد دکان‌ها، نقطه‌های فروش سوزشواری، مسجد و دیگر جای‌های جمعیتی رادیوزل‌ها را نصب کنند. در پی این دستور مقامات هزاران رادیوزل‌ها را نصب کردند که در آن رادیوی خاور و رادیوی تاجیکستان شنوانیده می‌شوند.